سلام سلام. این چیکا مامی چی روی میلا هست؟ خودت اومده جالبه میره از سقف قفس آویزون میشه. تازه شکمش هم باد کرده، میکنم یه تخم داره برای دومین تخمش. سمی که دارد چوب بالا قفس جدید استقبال میکنه اگه مامی. الان رفته بود رو سقف، ما فیلم گرفتیم ازش، فهمید اومد پایین. شیطون. بفرمایید. وای قربون دست پنجه‌تون، چه خونه و تمیز شد. خواهش میکنم، کار خاصی نکردم که. دیگه ببخشید اگه اینجا در شأن شما نیست. بفرمایید، من که مشکلی ندارم. بچه‌ها یکم سختگیرن. آخه تو ناز و نعمت بزرگ شدن، تحمل این شرایط واسه‌شون سخته. ولی عادت میکنن کم کم. بچه‌ها الان دوست داشتنی نیستن که. یادم زمانهای بچگی با 7 کاکای بزرگتر خودم توی اتاق 16 متری میخوابیدیم. چقدر خوش بودیم. واقعا 7 برادر دیگه داریم؟ الان کجا هستن؟ زیر خاکن. یعنی چی زیر خاکن؟ عمرشون دادن به شما. جدی میفرمایی؟ هوالو این کاکای من خیلی بچه های شهر و شعوری بودن. هر روز که بارون میزد اینا یه بطری اکونومی دستشون بود، با یه پنج تخمه میرفتن باغمون. خانمی که شما باشی این دوباره که بارون میزد. ماشاءالله دختر پروفسور. یادم نمیره همون رو هر الان بالا میزنه تپ میخوره. ببرین نبود سرتون درد نمیاره. 2 ساعت بعد خبر رسید که چپه شدن توی این دره که همشون به دیار باقی شدن. امان از دست اینا، امان از دست این سیچنه. اتفاق دردناکی. تامی هم افتاده پایین، چیکو هم داره میره روی تخم میشینه. چیکو دلی افسم فندی آیا میره اک اون مامی و چیکا مامی هم که فعلا داره پاوزه میکنه، استراحت شیطونیشه. بیبی گرل هم که مشغول مثل همیشه. این دوتا چندش رسیدن به هم. ولد چقدر تو حسودی؟ چشم دیدن عشقمونو نداره؟ خلاصه که اینجا حسابی برای خودشون خوش میگذرونن. با همزه و قیافت درست صحبت کن ها. ما سعی میکنیم برشون یه محیط تفریحی سالم جور کنیم. این چوبرم جدیدن گذاشتیم رو قفسشون که پاشون زیاد رو میلا اذیت نشه، خواستم برن رو بشینن لذت ببرن. سمی بای بای. چیکا بای بای. چیکو بای بای. I love you all together. Bye bye.